بدبخت بهت گفته بودم من تابستونا سفر دریاییام شروع میشه یا نه؟ بابا ما سفر دریایی تو نه فقط کم داشتیم با این شلوارک چارخانت کجا که بری بقیه شلوارک بری تو شلوار کجا رفتی باز بعد سفر دریایی رو میگه شروع کردم یه کشتی قشنگ اجاره میکنه 10 تا داف میریزه توش بهش خار میکنه آمده به سار یه جا تایگر پوشیدی داری میدوی تو سار مثلا چه جذابیتی داره در ساحل میخوابم که تغییر رنگ شکلاتی بدم بدبخت. با این شلوارکی که بری بقیه شلوارک بری تو شلوار هیچ تغییر رنگی رخ نمیده همین کس تغییر رنگ باید لباسات در بیاری بعد چرا فقط این تنته عوضش چرا نمیکنید تو به وضعت خوبه سفر دریایی آمدی تابستان بترکانی شما نمی آمدی برای خود شلواری میخریدی نه بیام دریا من خودمو چال میکنم عشقشو میبرم. کی بشه گفته خودت دفن بکنی جذاب تری و کی با چال کردن خودی زیر شن سوال جذاب شده میخواد اکسش ارز بده پس این بدبخت کیه طرف حسابت کیه انقدر به یارو گفتی بدبخت ما هم یه حس بدی به یه نفری داریم اصلا دلتنگش میشیم بعضی وقتا احساس میکنم به منم ضربه زده اون طرف آره واقعا ولی چه چیزی از دست نگاهی خاک بریزی رو خودت میدانی یعنی چه تو میتونستی مثل من توی دریا توی ماسه ملق بزنی عشقشو ببری لیاقت داره. بابا بری چه داری خودت میخورمانی تو خاطر میخوای هرس یارو در بیاری برعکس داره کار داداش هدفت چیه میخوای طرف بسوزی یا خودت تخریب بکنی تو یکی مثل خودت داشته باشی نیاز به دشمن نداری نگاه چه بلایی سر خودش آورده خودش پل میزنه توی خرگاه چه میخوای از جان ما چه داغ دلت به حال ما بسوزه برادر ما هی اونم ول بکن دلت به حال ما بسوزه گل کی گل چه ها